محله 82 شهر دوشنبه هستم. نامم فروخ است. در بازار کار میکنم، فروشنده. تا حال شما را ندیدم، لکن انشاءالله زیارت میآیم نزد شما. از کاسته هایتان به اهل عائلمان استفاده میکنیم. خواهش من این است که درباره فضیلت نماز و بد بودن بی نماز و درباره عرق و عاقبت آن صحبت کنید. این مکتوب را به دست یک برادر کلابی به شما میفرستم. در پناه خدا باشید. انشاءالله این برادر برای ما تکلیف کردن که در باب نماز و آدم بی نماز و در باب نوشیدن عرق و تشکیل کردن عرق یعنی با ما صحبت کنید. انشاءالله خدا خواسته باشد جمعه های بعد حق شوهر اولین جمعه که شروع می شود این از نماز است و از فضیلت نماز است و از کسانی که نماز نمی خوانند. در این باب ها البته صحبت می کنیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. اولا می خواهم خداوند بر عمر جان شما برکت عطا کند و بعد از آن می خواهم بر این سوال خود از زبان مبارک شیرین شما پاسخ گیرم. هنگام در نماز بودن به صف پیش یا بر قدم زدن جایز است یا نه؟ جایز است. اگر شما میبینید که صف پیش یعنی جای دارد، شما نیت کردین و پیش کشاده شد، در حال یک قدم زدین، جایز است. وقتی یک قدم زدین نگاه کردین که باز صف پیش باز کشاده است، باز یک قدم دیگر زنین. باز نگاه کردین که پیشتر باز کشاده، باز یک قدم دیگر زن. یعنی فقها میگن تا 3 قدم در داخل نماز در حالت نیت کردنم یعنی حق داره که 3 قدم برای صف را پر کردن حقوق دارد آدم نمازخوان که قدم زند. اگر پهلو هم که اگر جای خالی باشد میتونی که پهلو را چکار کنی یعنی پر کنی، جایز است. بعد از گذشتن 1 یا 2 رکعت نماز ملا امام وفات کند، در این حالت نماز را کی میگذراند؟ اگر ملا امام وفات کند نماز همه فاسد می شود. یعنی وقتی ملا امام در نماز بود 1 رکعت یا 2 رکعت خواند که خداوند امانت گرفت، اینجا نماز همه قوم فاسد می شود. اگر امام بیهوش شود یا یک سنگ آمد در سر امام زد و مثال خون جاری شد، این حالت ده امام کناره می ایستد، زیرا که وی طهارت شکست و یک نفر از همون صف اول در جای امام می ایستد، نماز دوام می دهد. از کدام رکعت از کدام موضعی که بود. درباره بندگانی که نماز ندارند ولی فعل رفتار خوب دارند، قرآن چی میگوید؟ همین آدمی که نماز نداشته باشد لیکن فعل کردار خوب دارد در اصل وجود دارد. هست آدم هایی که خوبند، رفتار خوب دارند، گفتار خوب دارند، لیکن نماز ندارند. این معنای را دارد که هر یک عمل نیکی اونها را همین بی نمازیش همش نابود میکند. اگر همین روز تا بیگاه صدها مسلمان دستش گیرد، چی به یاردم مثال جانی باشد چی مالی باشد، لیکن مادام نماز نمیخواند وی در لعنت خدا گرفتار است. پیغمبر خدا میگوید العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة. ای امت اسلام، من با شما در عهد بستگی هستم، شرطنامه دارم. پیغمبر میگوید یعنی در حالت شما امتی من هستید، در حالت شما مسلمان کامل هستید که شما نماز داشته باشید. اگر نماز نداشته باشین شما عهد ما را شکستین، شما شرطنامه را شکستین، شما پیمان را شکستین، شما امتی من نیستین. یعنی همه کارهای این برادر حبطه است، بیکاره است. و پیغمبر در دلشان زیاده بگردد. خدای مهربان این پدر و مادر در دلشان مهر قرآن و مهر اسلام خدای مهربان جایگیر بگرداند. آمین یا رب العالمین. لیکن خیلی مادام تکلیف کرده، من برای تو یک جواب میگم. آیا از روی کتاب نکاح را خواندن درست است یا نه؟ خب یعنی از روی کتاب نکاح کردن جایز است.